سلام، اومدین بر کوه. فیلم بردار میکنم، اسکول رو جدی نگیرین. یا؟ پایین رو بگیر. بله بچه ها، با اون مترو اومدیم ما، شخصیه. با اون شخص میشه از فیلم بگیر فراد؟ من صحبت میکنم. مرسی. ما با مترو اومدیم. باسنم آره. چند درصد راه رو اومدیم بگی پایینا؟ 10% هم نیومدیم. من باسم خواهد زیر کار ماری نیست. خب میخوایم بالاتر بریم. باید کجا بریم فراد؟ جای دکلانتن. خیلی عالی دکلانتن عالی. مدارم میکنم اسکول گناهشون مثلا درست فیلم نمیگیره از من. یه محمد پوستر مثالشون مثلا تو ویدیو بیفته ولی نمیفهمه که من اینا رو بارش میزنم. بله خیلی صحبت میکنه، اینقدر قدشه خیلی صحبت میکنه. خیلی آفرین. میفهمه برای چیکار کنه. اینجا میخوام یک ویدیو کوتاه بگیریم از این منظره زیبا که تو ویدیو میذارم، تو یوتیوب میذارم. در کنار نوآوری من دمپایی خود را پوشیدم. بله کفشای میلیونی هم در آسیب میدید. خب به چیزم خب بریم. اون درخت‌ها رو می‌بینید بچه‌ها؟ مقصد اونجاست. حالا خواهد شب بشه، میخواد صبح بشه دیگه. تو شاسکول اومدن ما. فیلم بردار بود که میدونم مطمئنم ریده تو ویدیوها. باید همه رو ایدیت کنم. بله با این دمپایی آبی خودم دارم قدم میزنم بر سنگای قوی. باید جناب فیلم بردار شما میشناسید، تو یک ویدیو حضورش بود. تو یک ویدیو حضور داشت. جنبای آبی رو نگاه کن، حال کن. جنبای برند فیلم بردار دیگه. ببین از جهت پایین داره از چیز ما فیلم میگیره، کم مشخص دیگه. فکر کنم نصفش اومدیم نه؟ نه نصف اومدیم. ببین 40% اومدیم. پشم کیف بچه ها اینا دارن خالی میرن، همچنان داریم پاره میشیم. بله دوستان عزیز و گران قدر، فیلم بردار ما اینقدر داره گوشه تکون میده که میدونم اون ویدیو همشون از کار افتاده. اصلا اون ویدیو رو نمیشه ادیت کرد، از ایدیت کلا خارج شده. خب گناهش فیلم برداری بلد نیست، گناهش نمیده. وگرنه دارم قد نفس بکشم رو ببخشید. 2 هفته است ویدیو بگیرم زر میزدم. 2 هفته است باشگاه نرفتم واسه این نفسم فکر بره. کارهای بنده شلوغ شده، خیاطم دیگه کارم شلوغ شده. شبا سر فکشو میشکنم پایین. شبا سر کارم نمیتونم باشگاه برم. از این هفته شنبه هران جمعه فردا ثبت نام باشگاه میکنیم. تو باشگاه با نفس لبتی نداره. آره دیگه با 1-2 هفته شد نرفتم باشگاه با نفس لب نداره. خب باشگاه واسه فیزیک انسانه، داره واسه هوا فیلم داره فیلم میگیره. مرسی. او بالا منظرتون چیز هست؟ لرکی خواست یک جمله انگلیسی بینیم که مردار ریت. هر کی گفت نمیتونی بهش بگو همون پایه بدشی. فراد ول میکنی؟ تنها به طبیعت آسیب زدی اسکل. از نه فیلم بگیر. فیلم به طبیعت آسیب زدی. اینجا بردشو بدم رید تو طبیعت. نگاه کنی بچه حالت شد بده. نگاه کن کند گلو کند
داره گریه خون سفید میده بیرون. بکن گل چه میشه میکارمش میکاریش ریدی تو داشت بیچاره راشت میکرد ریدی توش. میکارمش چیه؟ بده کشی رو بر اصاب همه اصاب خرابه. رید تو گل رید تو طبیعت. ما پیاده روی کنیم میکارم رو. خلاصه که جناب فیلمدار رید تو طبیعت گلو کند و شنه بهم خیلی طبیعت مهمه. طبیعت ببین رید تو طبیعت. من از او صحنه مدارک کافی رو دارم. میخوام برم به پلیس کسایی که طبیعت آسیب میزنن باید پلیسی که تسلیمشون بدیم. شهرداری به شهرداری تسلیمش میدم. رید تو طبیعت. مرسی هنوز نرسیدیم. یعنی الان خودم درک میکنید دمپایم دیدن داره. مرسی. فرهاد خجالت بکش. دیدی سنداشونو؟ خجالت بکش کم. الان دارم میرم صبح بهش زنگ میزنم میگم صبح زود بیا بریم هوا تاریک باشه. میگم کجایی؟ میگم چیکار میکنی؟ باشه بیا. اسکله بابا آدم باشه مثلا پسر خاله به همچی همش اسکله یادم کلا. بچه کسی بهتون نشون بدم مشهد آلوده رو. غمناکه واقعا جای تأسفه که هفته پیش تهران آلوده ترین شهر دنیا بود. نگاه کنید خودتون. حالا یه حال مشهده نسبت به تهران خیلی خوبه. تا حالا از زاویه اصلا ندیده بودم اصلا. من در حال جیس گرفتنه ولی واقعا حال میده. اینا نمیفهمن چیزا رو درک نمیکنن. اینا که یکم سنشون بره بالا همه اینا بهشون یک شلوغ نگاه کن. همه پیر همه سندا بالایه. یک جوون تو اینا ندیدم و به خودم افتخار کردم. شما را سانسور کردم. خودم افتخار کردم تو اینا جوون نیست ولی من هستم. بله بعدشم اینجا فقط موتورهای اسمشون چیه؟ کراس بازی کن نشه همه سنگه. فیلمدار ما دید داشتن تمام داشت ضبط میشه درسته؟ 1 2 3 1 2 3 ضبط شد. مرسی. هنوز مسیر داریم ما ولی نصف راه رو اومدیم ما. فرهاد جان دارم زر میزنم. من دارم اینجا دارم زر میزنم. ببین یهو شاید فیلم بگیری. این چه کاریه؟ من اینجا وایستادم یهو دارم حرف میزنم. آهنگ بزنم ویدیو بگیر. دمپایی خشنه همین. یه کاغذ سنگی دیده بودی حالا؟ داری عکس میگیری؟ یه دست فیلمدار گرفتم و دارم مسیر ادامه میدم. من تازه دقت کردم یه رکورد گینس زدم. حالا بگو چه رکوردی؟ با دمپایی اومدم کوه. بله واقعا هنر میخواد با دمپایی برید کوه. میگه $500 میشه 100 تومن. میگه 500 میشه 100 میلیون. با خدا دارم میگم. بچه ها پاره شدن. فرهاد ریدم تو دهنت فرهاد. ببخشید اینا همه رفتن نشستن. جالبی کار اینجاست الان میرسون به اونا راه میفتن. بله بدبختی داریم میگه. خب ما
رسیدیم ولی هنوز نرسیدیم. 100 متر دیگه مونده. آره بریم دیگه. لرکی پره اینجا. خب بریم. جا پر لرکی الان. خب بریم دیگه الان. نه به این نگی لرکی چی ها. راز است بسید من فرات. از نور ماشین از تو آبرا چیز اومد بالا باید سمت کنیم. داره گو میخوره. مرسی. آقا چی هست؟ عکساش هست. ساعت زمانش هست. تو باید نگاه میکنه خونه باید. یه بریم بالا. داریم فرد میکنیم کوی قله زورو. ببین سی بچه طبیعت خب بکن بچه دارن میبینن تو یوتیوب. ببین هم میبینن. علیشه بکنه خوب ایفا. یواش پشت دارم بله. اصلا واقعا کندی؟ واقعا حیوانی ها. بچه ها ما تموم کردیم. ما الان داشتیم تقریبا چند ساعت 2 ساعت فوتبال و والیبال بازی میکردیم. نگاه کنید ما این کوه رو فتح کردیم ولی با یک شرطی رو مثلا گذاشتیم و یک چیزی رو از دست دادیم یک چیزی رو به دست آوردیم. تجربه رو به دست آوردیم یک چیزی به چیزی بود مبارک رو از دست دادیم. بله برام همین دیگه. میدونم ویدیو چرت و پرت شد ولی آپلودش میکنم. فعلا گود بای.